میگم شاید با مامانم حال نکرده واقعا. مامانه چی؟ خب نمیدونم، مامانم جرم میده. خیلی پولدار باشه که ارسی همو میگیرن، چون از لحاظ قانونی مسلم باید ارسی همو بگیرن، بعدم که دوباره برمیگردن سر جایی که هستن. اگه بفهمی پدر مادر واقعیت کس دیگه است چیکار میکنی؟ پدر مادر واقعا کسی دیگه باشه؟ خب چرا که نه، میرم پیششون اگه خیلی پولدار باشن، پول زیاد. قبلی ها رو کنار میذاری؟ نه خب قبلی ها زحمت هم رو کشیدم، بزرگم کردم، به این سن رسوندنم، ولی خب با دوتاشون کنار میام. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ اول اینکه زنه رو پیدا میکنم، بعد به 2 قسمت مساوی تقسیمش میکنم. بعدم مامام رو لو میدم. اگه بفهمی پدر مادر واقعیت کسای دیگه هستن واکنش چیه؟ یکی دیگه اگه خیلی پولدار باشه آره خیلی خوشحال میشم. اگه بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ باش کنار میام. مامان چی؟ مامانم یه پول میکنم باش کنار میاد اگه خیلی پولدار باشه. اگه بفهمی پدر و مادرت کسای دیگه هستن چیکار میکنی؟ واقعا اصلا قبول نمیکنم همچین چیزی ها. پولدار باشن چی؟ پولدار باشن چرا؟ پول دوست دارم. بفهمی بابا یه زن دیگه داره ریاکشن چیه؟ خب میگم شاید با مامانم حال نکرده واقعا. مامان چی؟ مامانم نه، چون مامانیم. مامانم خیلی دوست دارم و واقعا وابسته به مامانم نمیتونم قبول کنم، ولی بابام زیاد. اگه بفهمی پدر و مادر واقعی کسای دیگه هستن واکنش چیه؟ بی خیالشون میدم با همین زندگی میکنم چون اینا رو بیشتر دوست دارم. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ با هم میریم سر قرار، بعد سعی میکنم تو کادوهایی که بابام براش میخره انتخابی داشته باشم و خوشگل باشه. مامان چی؟ خب نمیدونم، مامانم جرم میده. ولی خب جفتشون هم دوست دارم چون بابام پایه، سعی میکنم با بابام پایه باشم. اگه بفهمی پدر مادر واقعیت کسی دیگه است چیکار میکنی؟ فقط گریه میکنم، مامانمو خیلی دوست دارم. اونا پولدار باشن چی؟ اصلا آدم مادی نیستم، مام بابام. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ میتونم درست بگم؟ بابامو جر میدم، زنرم جر میدم. مامانم به این خوبی. نه خوشحال نمیشم اصلا. حاضر نیستی حق و سکوت بگیری؟ خیلی سریعتم. اگه بفهمی پدر مادر واقعیت کسای دیگه هستن چیکار میکنی؟ اگه که بفهمم که خوشحال نمیشم حقیقتا، چون همینایی که هستن و خیلی دوستشون دارم. خیلی پولدار باشه چی؟ خیلی پولدار باشه که ارسی همو میگیرن، چون از لحاظ قانونی مسلم باید ارسی همو بگیرن، بعدم که دوباره برمیگردن سر جایی که هستن. بفهمی بابا یه زن دیگه داره ریاکشن چیه؟ در این صورت هم که میتونم ازش باج بگیرم و ساکت بمونم. اگه بفهمی پدر مادر واقعیت کسای دیگه هستن چیکار میکنی؟ کاری نمیکنم، واکنشی هم نشون نمیدم و پیششون هم بر نمیگردم. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ تو رابطهشون دخالتی نمیکنم. مامان چی؟ مامانم خب من طرفدار هیچ کدومشون نمیشم چون که اونا خودشونن و من دخالتی نمیکنم. اگه بفهمی پدر و مادر واقعیت کسای دیگه هستن واکنش چیه؟ خوشحال میشم. اگه پولدار باشه بیشتر خوشحال میشم. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ زنه رو میکشم. اگه بفهمی پدر و مادر واقعیت کسای دیگه هستن واکنش چیه؟ واکنشم خوشحال نمیشم، ناراحتیشم. اگه پولدار باشن چی؟ نه قبول نه اصلا. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ نامادری رو به 3 قسمت مساوی. اگه بفهمی پدر و مادر واقعیت کسای دیگه هستن ریاکشن چیه؟ اگه خانواده خوبی باشه هم پیششون میمونم، اگه خوب نباشم میذارم میرم. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ 100% یه بلایی سرش میارم، میکشمش. اگه بفهمی پدر و مادر واقعیت کسای دیگه است چیکار میکنی؟ میگردم دنبالشون ببینم کیان، اصل نسبم کیه،
داستانی که دروغ بوده رو پیداش میکنم. قبلیه چی؟ قبلیا هستیم در ارتباطی، من آدم اوپن مایندی ام کلا، یعنی همچین چیزی. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ همون کار که الان میکنم. کنار میام بازم. مامانه چی؟ مامانم هم هستش، پیش مامانم هم میده. اگه بفهمی پدر مادر واقعی کسای دیگه هستن چیکار میکنی؟ کاری نمی کنم راستشو بخوام. پول دار باشن چی؟ نه چرا پولدار باشم، پول خیلی زیاد چرا بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ دستش درد نکنه، زن دیگه گرفته دیگه. تشکر. مامانه چی؟ مامانم ازش تشکر میکنه، کار خاصی نمیکنه. اگه بفهمی پدر مادر واقعی کسای دیگه هستن چیکار میکنی؟ خودکشی میکنم. مسلما همینه. اگه پول دار باشن؟ برام تفاوتی نداره، ولی خب اولش برام سخته، ولی به مرور زمان باشون پدر مادرم بودن دیگه، کارش نمیشه کرد. بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ بابامو میکشم عملا. روی این قضیه خیلی حساسم، خط قرمزم. یعنی طرف مامانتونی؟ 100%. برمیگردم میشه همین پدر مادر، چون واقعا طبیعیش هم همینه. چون مثلا تو تا یه مدتی با این خانواده زندگی کردی، میگم تو تا یه مدتی با این خانواده زندگی کردی دیگه، عادت کردی بهشون، طبیعیش اگه همینه. این با پدر همین مادر زندگی. بهتر باشن برمیگردم میشه همینا میمونم. پولدار نه محبت بهتر از پولدار بودن است. سوال بعدی یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ بابا میشه باشی صحبت نمی کنم، میگم تو بابا من نیستی واقعا. بابام یه زن دیگه داشته باشه، از بابام جدا میشم، پیش مامانم زندگی ادامه میدم. اگه بفهمی پدر و مادر واقعی کسای دیگه هستن واکنش چیه؟ واکنش خاصی ندارم، چون هر جوری هم باشه من از بچگی بزرگ کردم دنبال ننه بابای واقعیم هم نمیگردم. اگه پول دار باشن ننه بابا واقعی چی؟ فرقی نمیکنه برام، همون که از بچگی بزرگم کرده ننه بابای واقعی من. بفهمی بابا یه زن دیگه ای داره چیکار میکنی؟ قبلش آماده کنید. اگه بفهمی پدر و مادر واقعی کسای دیگه هستن ریاکشن چیه؟ ریاکشن خاصی نشون نمیدم، چون پدر مادرم بزرگم کردن و خب وفاداریم برای همین پدر مادریه که دارم، نه واسه کسی دیگه ای. پول دار باشن چی؟ بازم برام مهم نیست، چون عاطفه و رویا و خاطره ها رو اصلا نمیشه با پول و اینا خرید. من با پدر مادر خودم راحت دارم. اگه بفهمی بابا یه زن دیگه داره چیکار میکنی؟ واکنش خاصی نشون نمیدم، شاید ناراحت بشم یا یه ذره حالم بد بشه، اما خب درکش میکنم، به خاطر اینکه به عنوان یک مرد شاید اوضاعش اوکی نبوده که رفته سمت یه زن دیگه ای، 100% حال روحیش خوب نبوده.